عزیزان من، داستانی که حالا چقدر حقیقت داره الله اعلم، ولی با تواتر برایم رسیده که به یکی از ولایت‌های افغانستان فرد از نانوایی یک نون را دزدی میکنه و نانوا دنبالش میدوه و او را به دروازه خانه اش میگیره و بعد میگه مرا بزن، این نان را به اطفال من بده، مرا بزن هر قدر میزنی بزن، ولی همین نان را به اطفالم بده که 3 شب چیزی نخوردن. جناب امیر المؤمنین مولانا آخوندزاده ملا حبت الله، ملت به طرف شما نگاه میکنه، شما امیر المؤمنین هستید، امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب، امیر المؤمنین عمر ابن عبدالعزیز. ما به عنوان یک طلبه دین اگر امارت اسلامی هم اعلان بکنه که ما امیر المؤمنین نداریم، حکومت اسلامی نداریم، اگر اعلان بکنه که ما بالاخره به این اون کار نداریم، والله العظیم که این حرفا را نمیزنم، والله العظیم این انتقادها و این توقعات را ندارم. به این عزیزان من، ملت خیلی مشکلات داره و مشکلات این ملت، درد این ملت، رنج این ملت نیاز به یک مرهم داره. من دیشب با یکی از بزرگان